کودک دیده نشده اسمش روشه، یعنی کسی بهش توجهی نکرده. پس باید یک والد درونی برای خودش بسازه تا احساس امنیت داشته باشه. والد درونی که توی سن خیلی پایین شکل میگیره به شدت خشن و منتقده. اونها به منتقد درونیشون هر چقدر هم خشن باشه چسبیدن، چون شرم اونها و در نتیجه منتقد درونیشون تنها مراقب درونیه که این افراد در اختیار دارن. دوستان سلام، امیدوارم خوب باشین. من حامد حکیمی هستم، مترجم کتاب درمان کودک دیده نشده در بزرگسالی و توی این ویدیو میخوام بر اساس این کتاب توضیح بدم که چرا کودک دیده نشده توی بزرگسالی منتقد سختگیر درونی داره و تمایل داره که به این منتقد بچسبه. اگر میخواید تعریف دقیق کودک دیده نشده در بزرگسالی رو بدونید، یک ویدیو کامل در موردش ساختم که میتونید اون ویدیو رو ببینید. خانم کاترین استاوفر نویسنده کتاب میگه که کودک دیده نشده از همون ابتدای زندگیش توی دنیای زندگی میکنه که همیشه در معرض خطر انتقاد و شرمگین شدن قرار داشته. مثلا ممکنه مورد قلدری دیگران قرار گرفته باشه یا مدام مورد انتقاد والدین یا معلم‌ها یا هر بزرگسال دیگه‌ای بوده باشه. اونها معمولاً با افرادی وارد رابطه میشن که به همون میزان انتقادگر یا آسیب رسانن. حتی وقتی هیچ کس از اونها انتقاد نمیکنه و اونها توی یک محیط نسبتاً حمایتگر هم زندگی میکنن، ترس از شرمگین شدن توی اونها به شکل یک نیروی قدرتمند باقی مونده و دست و پای اونها رو توی زندگی میبنده. در واقع کودکان دیده نشده حس میکنن که فقط و فقط منتقد درونی اونهاست که باید تایید کنه که اونها آدم خوبی هستند تا احساس امنیت کنه. کودک دیده نشده اسمش روشه، یعنی کسی بهش توجهی نکرده. پس باید یک والد درونی برای خودش بسازه تا احساس امنیت داشته باشه. والد درونی که توی سن خیلی پایین شکل میگیره به شدت خشن و منتقده. حالا کودکان دیده نشده برای اینکه نسبت به انتقادها و شرمهایی که از دنیای بیرون میاد پیش دستی بکنن، انرژی و زمان زیادی رو صرف انتقاد از خودشون میکنن و به شکل وسواسی به رفتارها و حرفهای خودشون نگاه میکنن تا احتمال اینکه مورد انتقاد بیرونی قرار بگیرن کمتر بشه. در نتیجه وقتی اونها به اتاق درمان میان تصور میکنن که مشکلشون اینه که از خودشون انتقاد میکنن، چون خود انتقادگری باعث میشه که احساس ناامنی کنن، عزت نفس پایین داشته باشن و عملکردشون افت کنه و خجالتی باشن و مشکلات دیگه. نویسنده اینجا این نکته جالب میگه که این افراد ممکنه برای بهبود این وضعیت به دنبال درمانهای شناختی باشن که به خوبی خود انتقادگری و عزت نفس پایین رو هدف میگیره، اما معمولا بعد از چند وقت به این نتیجه میرسن که این درمانها موجب بهبود زندگیشون نمیشه. رویکردهای درمانی که اساس اونها بر توانایی فرد بر تغییر کردن به میل خودشه، رویکردهای موفقی برای بهبود وضعیت زندگی این کودکان دیده نشده نیست. از اونجایی که خود انتقادگری برای امنیت این افراد ضروریه، در نتیجه نمیتونن متوقفش کنن، اما خودشون از این مسئله آگاه نیستن. بنابراین نمیتونن انتظارات درمانگر رو برآورده کنن و اینم خودش منبع جدید شرم به منابع قبلیشون اضافه میکنه. افرادی که دائم حس میکنن باید نسبت به انتقادهای بیرونی پیش دستی بکنن، ممکنه وقتی دیگه هیچ حمله از بیرون صورت نگیره احساس موفقیت کنن. ممکنه این رو نشونه‌ای ببینن از اینکه تونستن با وسواس خودشون رو زیر ذره‌بین ببرن و الان هم میتونن یک نتیجه موفقیت آمیز رو به دنیا نشون بدن که هیچ کس نتونه ازش انتقاد کنه.
این افراد ممکنه نفهمند که چرا زندگیشون انقدر سخته و چرا اکثر اوقات خسته و ناامیدن. اما راه حل خود انتقادگری کامل و بی‌نقص بودن نیست، بلکه مهربون بودن با خوده. اینکه کودک دیده نشده توی دنیای بزرگسالی هم منتظره که مورد انتقاد قرار بگیره و شرمگین بشه، نشون میده که چقدر تجربیات طرد شدگی توی کودکی براش ترومازا بوده. خانم استافر میگه که شرم مانع مهمی توی فرایند درمان کودکان دیده نشده محسوب میشه. هر مداخله درمانی و هر بازخوردی که درمانگر به این افراد میده ممکنه از جانب اونها به عنوان انتقاد شنیده بشه و یک نقصی رو از اونها آشکار بکنه و در نتیجه اونها رو شرمگین تر بکنه. برای همین روان درمانی توی این مسیر اصلا ساده نیست و در واقع روان درمانی و تحقیر یه زوج به هم پیچیده و جدا نشدنی برای اونهاست، چون افرادی که چنین شرمی رو تجربه میکنن احساس درماندگی میکنن. از یه طرف خسته‌ان از اینکه دیگران بهشون میگن که تو که خیلی خوبی، هیچ مشکلی نداری. این کار شرمشون رو تسکین میده ولی احساس ناامنیشون رو افزایش میده. و از طرف دیگه ناامیدن از اینکه کسی بتونه کمکشون کنه بهتر بشن، که این موضوع شرمشون رو بدتر میکنه ولی ممکنه احساس امنیت بیشتری بهشون بده. به همین خاطره که روان درمانی با کودک دیده نشده توی بزرگسالی معمولاً روی یه مرز باریک پیش میره، مرزی که توش اون مجبور شرم زیادی رو تجربه کنه ولی از روند درمان هم خارج نشه. نویسنده میگه که یکی از مهمترین و دردناکترین بینش هایی که توی کار با کودکان دیده نشده به دست آوردم این بوده که متوجه شدم اونها به منتقد درونیشون هر چقدر هم خشن باشه چسبیدن، چون شرم اونها و در نتیجه منتقد درونیشون تنها مراقب درونیه که این افراد در اختیار دارن. دلبستگی به این منتقد درونی یکی از عواملیه که باعث میشه فرایند درمانی با کودکان دیده نشده خیلی آهسته پیش بره و همین باعث میشه که درمانگر بارها صبرش تموم بشه و احساس ناکامی کنه. از طرف دیگه باید بدونیم که این منتقد درونی تلاش ناشیانه برای ایجاد یک والد درونی بوده، اون هم از طرف کودک کم سن و سالی که دانش یا توانایی ایجاد یک والد درونی بهتر رو نداشته. درک این موضوع باعث میشه که این افراد کمتر از منتقد درونیشون بترسن و این امکان براشون فراهم بشه که بدون ترس یا نفرت با این منتقد درونی ارتباط برقرار کنن. ضمن این که این درک باعث میشه که این افراد هم نسبت به این والد درونی ناشی نگاه مهربونتری داشته باشن و هم نسبت به اون کودکی که اونقدر سایه والد بالای سرش نبوده که مجبور بوده والد درونی خودش رو توی سن کم ایجاد کنه مهربونتر باشن. همونطور که همه درمانگرها میدونن اگر فردی بخش‌هایی از شخصیتش رو مال خودش ندونه تقریبا غیر ممکنه که بتونه اونها رو تغییر بده. یعنی مثلا کسی که بخش حسود خودش رو مال خودش نمیدونه اصلا اعتقادی نداره که حسودی میکنه، پس نمیتونه تغییرش بده. یا کسی که بخش کنترلگر خودش رو مال خودش نمیدونه اصلا نمیپذیره که کنترلگره و طبیعیه که نمیتونه تغییرش بده. اما به محض اینکه شخص بتونه با این بخش ها نوعی صلح یا آتش بس برقرار کنه احتمال رسیدن به سلامت روان افزایش پیدا میکنه. این موضوع در مورد شرم هم صادقه، یعنی وقتی مراجع دیگه از شرمش نترسه یا از اون نفرت نداشته باشه یا از شرمش شرمگین نباشه این شرم تبدیل به پدیده‌ای میشه که میتونه روش اسم بذاره، در موردش صحبت کنه و از همه جوانب بهش نگاه کنه. بعد فضا براش مهیا میشه تا شرمش رو بتونه به جلسه درمان بیاره و با درمانگر در موردش صحبت کنه. نکته جالب اینه که نویسنده میگه بار هیجانی خشم یا غم رو
میشه از طریق پالایش هیجانی تخلیه کرد. اما بار هیجانی شرم رو نمیشه از این طریق تخلیه کرد. شرم فقط زمانی از بین میره که کم کم درباره‌اش با یک نفر دیگه صحبت کنیم که اون نفر شرم ما رو قضاوت نکنه، بلکه فقط بپذیره. این کار به نظر راحت میاد، ولی واقعا اینطوری نیست، چون اصلا به دور از عقله. یعنی شخصی که شرمگینه طبعا میخواد شرمش رو و علتهای شرمش رو پنهان کنه. به همین خاطر آوردنش به جلسه درمان و به یه رابطه 2 نفره شجاعت خیلی زیادی میخواد، که البته نگاه همدلانه و مهربون درمانگر میتونه به کودک دیده نشده کمک کنه تا بتونه کم کم در مورد شرمش صحبت کنه و بتونه التیامش بده. خب این توضیحی که دادم بخشی از کتاب درمان کودک دیده نشده در بزرگسالی بود. اگر خواستید اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشید میتونید خود کتاب رو تهیه کنید که اطلاعات عمیقی در مورد تجربه دیده نشدن در کودکی و تأثیرش توی بزرگسالی داره. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.